سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. یه دونه پخش پایونر داریم که میخوام آموزش نصب ماژول بلوتوث رو روی این ضبط بهتون آموزش بدم. در مرحله اول پنل ضبط رو باز میکنیم. ما با این کار داریم، اینو کلا کنار میذاریم. با این کار داریم. خب یه پیچ گوشتی برمیداریم. 3 تا دونه پیچ اینجا داره. پیچ ها رو باز میکنیم. پیچ اول رو باز میکنیم. با احتیاط زیاد فشار به برد نیارین، به پنل فشار نیارید. پیچ دوم رو همینطور به همین صورت باز میکنیم. به آرامی کنار میذاریم جایی که گم نشه. پیچ سوم هم به همین صورت ما باز میکنیم. خب یه کاتر یا یه پیچ گوشی دو سو برمیداریم. این لبه رو میگیریم، فشار میدیم تا باز بشه. به این صورت باز میکنیم. با ناخون هم حالا بعضی از ضبط ها راحت باز میشه پنلشون، زیاد نمیخواد فشار بدی. با ناخون بگیری وسط قاب پنل راحت به این صورت باز میشه. یه دونه دکمه داره، اون دکمه رو بلند کنید بذارید اونور. یه فنر داره گم نشه. خب دوستان، ما با این قسمت بردمون کار داریم، قسمت فلش و آیو ایکس. 3 تا پایه آیو ایکس داریم و 4 تا پایه فلش. پایه های آیو ایکس مون رو برای صدا استفاده میکنیم. پایه های فلشمون رو برای تغذیه ماژولمون، برق ماژولمون استفاده میکنیم. به این صورته که یه دونه از پایه های فلش میشه منفی ما، همون GNDه که روی برد نوشته، روی ماژول نوشته، وصل میشه به منفی بدنه. و پایه مثبت 5 ولتمون هم وصل میشه به یکی از پایه های فلش. و سیم های صدا وصل میشه به آیو ایکس. 3 تا پایه داریم، GND، L و اوت که وصل میشه به 3 تا پایه بالای آیو ایکس. خب ما اگه برد ضبط پایینرمون رو به این صورت بگیریم که 3 تا پایه آیو ایکسمون بالا باشه و پایه های فلش پایین باشه، پایه پایینی میشه مثبت 5 ولتمون، پایه بالایی میشه منفیمون. یعنی سیمی که از ماژول بلوتوث میاد باید یه پایش